دریاها در قیامت آتش میگیرند؟ قیامت یک باور غیر قابل انکار است که بارها در قرآن و روایات از آن یاد شده است و نشانه هایی دارد. ولی وضعیت دریاها در روز قیامت چگونه است؟ سلام، به یکی دیگر از ویدیوهای کابلوان خوش آمدید. برای دانستن از این موضوع کانال ما را سابسکرایب کرده و آیکن زنگ را فشار دهید تا از ویدیوهای بعدی ما نیز آگاه شوید و برای حمایت از ما ویدیوی ما را لایک کنید. همه انسان‌ها به بهشت و جهنم اعتقاد دارند. البته برخی سعی می‌کنند به خاطر ناآگاهی و ترس از جهان دیگر آن را انکار کنند. اما به هر حال واقعیت این است که همه انسان‌ها از این دنیا به سرای دیگر می‌روند و در نهایت باید در قیامت پاسخگو در محضر الهی باشند. دریاها در روز قیامت. در سوره تکویر در توصیف صحنه قیامت دریاها را این گونه توصیف کردند: و اذا البحار سجرت. سجر به معنای افروختن آتش، پر کردن و تشدید آتش است. صحاح و قاموس آن را سرخ کردن تنور و پر از آب کردن نهر و غیر آن گفتند. بعضی ها آن را پر کردن آب میگویند. سجر التنور یعنی آن که با آتش گیره و هیزم پر کرد. خلاصه اینها افروختن و پر کردن است و اصل آن بنا به قول مجمع انداختن در آتش است. بنابراین معنای برافروخته شدن ترجمه صحیحی خواهد بود که بعضی از ترجمه ها نیز محور را بر افروخته شدن گرفتند. حال اگر روزی برافروخته شدن بیشتر در آتش دیده می شد و با بیان برافروخته شدن ذهن ما به سمت آتش می رفت، امروزه با دیدن تصاویر سونامی ما به وضوح می فهمیم که بر افروخته شدن دریاها به چه شکل خواهد بود و این معنا با توصیفاتی که قرآن از زلزله روز قیامت دارد کاملا متناسب است. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعة الشیء العظیم. ای مردم، از عذاب پروردگارتان بترسید که زلزله رستاخیز امری عظیم است. اذا زلزلت الارض زلزالها. هنگامی که زمین شدیداً به لرزه درآید. این زلزله چنان شدید توصیف می شود که تمام کوهها را متلاشی می کند و تکون الجبال کالعهن المنفوش و کوهها مانند پشم رنگین حلاجی شده می گردد. دریاها در روز قیامت، البته اگر تسجیر دریا به معنای آتش گرفتن آن نیز باشد، می توان درباره آن مطالبی بیان کرد. اگر این تعبیر قرآن در گذشته برای مفسران عجیب بود، امروز برای ما جای تعجب نیست، زیرا می‌دانیم آب از دو ماده اکسیژن و هیدروژن ترکیب یافته که هر دو سخت قابل اشتعال هستند. بعید نیست که در آستانه قیامت آب دریاها چنان تحت فشار قرار گیرد که تجزیه شوند و تبدیل به یک پارچه آتش گردند. به گمان بیشتر مراد از بحر مسجور دریای مرکز زمین است و مفرد بودن آن مؤید این معنی است، چنانچه می‌دانیم مرکز زمین دریای مذاب سهمگینی است و چون آیات راجع به قیامت است و از آیات و اخرجت الارض اثقالها و زمین بارهای سنگین را خارج می‌سازد. و اذا الارض مدت و القت ما فیها و تخلت. و در آن هنگام که زمین گسترده می شود و آنچه در درون دارد بیرون افکنده و خالی می شود. می توانیم به دست بیاوریم که در ابتدای قیامت مقداری از آن مواد بیرون خواهد ریخت. هر چیزی در توان خدای متعال است و در آستانه قیامت نظام حاکم بر عالم عوض می شود. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات. در آن روز که این زمین به زمین دیگر و آسمان ها به آسمان های دیگر مبدل می شوند. سوره ابراهیم آیه 48.